تو این ویدیو قراره بریم سراغ کتاب ریاضی ششم و فعالیت صفحه 110 رو با هم دیگه یاد بگیریم. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. سلام عزیزای دل، حالتون چطوره؟ خوب هستید؟ من امیر علیلو هستم و اینجا کلاس ریاضی منه. اگه دانش آموز هستی حتما کانالمو دنبال کن، چون پر از آموزش‌های جذاب درس ریاضیه که میتونی باهاشون توی امتحانا نمره خیلی خوب بگیری. بریم سراغ ویدیو. بریم سراغ صفحه 110 و فعالیت قشنگش با عنوان کسر، نسبت و تناسب. دانش آموزان کلاس ششم در یک آزمون 4 گزینه‌ای شرکت کرده و به 10 سوال ریاضی پاسخ دادند. شایان به همه سوالها جواب داده. 7 تا از جواباش درست بودش، پس نسبت تعداد جوابهای درستش به کل سوالها 7 به 1 هستش. این نسبت رو گفته به شکل کسری و اعشاری بنویسید. به صورت کسری میشه 7 دهم یا 7 دهم اعشاری. او به چند سوال جواب نادرست داده؟ خب از 10 سوال وقتی به 7 تاش جواب درست داده، به 3 تاش جواب نادرست داده. نسبت تعداد جوابهای نادرستش به کل سوالها میشه 3 به 10. به صورت کسری میشه 3 دهم یا به صورت اعشاری هم 3 دهم. اینطوری کمترین و بیشترین مقداری که ممکنه برای نسبت تعداد جوابهای درست به کل سوالها به دست بیاد رو گفته که بنویسید. خب کمترین مقدارش اینه که اصلا سوال درستی جواب نداده باشیم، یعنی 0 به 10 یا 0 دهم یا همون 0. و بیشترین مقدارش هم اینطوره که همش رو درست جواب داده باشیم، یعنی 10 به 10 یا 10 دهم یا همون در واقع 1، چون 10 دهم همون 1 هستش. صورت و مخرج مساوی بودنی کسر برابر با 1 هستش. این بود از فعالیت صفحه 110. خسته نباشید بچه‌ها. اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما لایکش کنید، برامون کامنت بذارید و حتما اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.